بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. الله رو سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب راه ما شد و به همراه شما گرامیان در درس دیگر از شرح معانی آیات سوره مبارکه بقره همراه بشیم با آیات دیگر از این سوره عظیم. در درس‌های گذشته به همراه شما تا آیه 34 از این سوره مبارکه رو پیش رفتیم و در این برنامه هم بیاری الله متعال آیه 34 به بعد رو به تلاوت خواهیم گرفت و درباره معانی آیات آن با شما هم سخن خواهیم شد. الله متعال در آیه 34 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ان قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. در آیات گذشته از آغاز این صفحه در آیه 30 سوره مبارکه بقره الله متعال داستان خلقت آدم علیه السلام رو برای ما ذکر فرمود و اینکه چگونه به ملائکه خبر داد که آدم علیه السلام رو در زمین خلیفه‌ای برای کسانی که قبل از آدم علیه السلام روی زمین بودند قرار می‌دهد و کسانی رو روی زمین خواهد آورد که برخی از آنها هر نسلی خلیفه و جایگزین نسل دیگر می‌گردد. و دیدیم که چگونه ملائکه حکمت رو پرسیدند از الله متعال فرمود که من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید و به آدم علیه السلام هر آن چیزی رو که نیاز داشت در زندگی به او یاد داد و سپس در بین او و در بین ملائکه امتحانی برگزار گردید و در آن امتحان آدم علیه السلام با علمی که الله متعال به او داده بود و از ویژگی‌های مهم انسان روی زمین است بر ملائکه پیروز آمد و ملائکه که در آغاز گفته بودند بار الله حکمت چیست؟ کسی را در زمین خلیفه می‌کنی که خون بریزد و فساد کند و خون بریزد و در حالی که ما به تسبیح و تقدیس و حمد و ستایش تو می‌پردازیم و مشغول هستیم. الله متعال فرمود که من به شما گفته بودم چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید و غیب آسمان‌ها و زمین را می‌دانم و اینکه آنچه که شما به زبان می‌آورید را نیز می‌دانم و آنچه که به زبان نمی‌آورید و در دل دارید را نیز می‌دانم. به تفصیل درباره این آیات صحبت کردیم و شرح معانی این آیات. در آیه 34 بعد از این که الله متعال فضل آدم علیه السلام و این موجود جدید رو برای ملائکه خود به صورت عملی نشان داد، الان الله متعال به ملائکه خود امر می‌فرماید تا به او سجده کنند، سجده احترام و تعظیم. الله متعال می‌فرماید باید قلنا و همچنین بیاد آورید آن لحظه‌ای که قلنا گفتم من الله با عظمت. قلنا، کلمه قلنا در ادبیات عرب برای جمع به کار می رود. فعل جمع است، یعنی گفتیم ما. تحت لفظی اینطور ترجمه می شود قلنا، گفتیم ما. اما هر جا در قرآن کریم که الله متعال برای خود فعل جمع به کار می برد یا ضمیر جمع استفاده می کند، اینجا مراد تعظیم است و در ادبیات عرب هنوز هم متداول است. هنوز هم مثلا شما می بینید که یک پادشاهی وقتی که می خواهد یک بیانیه‌ای را بیاد صادر بکنه، مثلا میگه نحن ملک فلان امرنا بما هو ات. مثلا بیانیه‌هایی که از سوی پادشاهان در جهان عرب صادر می شود با این اسم میاد، نحن ملک فلان، ما پادشاه فلانی امر کردیم به آنچه که در زیر ذکر می شود. میگوید نحنو، ولی که یک نفر بیشتر نیست. این هنوز هم متداول است، یعنی در بین عرب ها برای تعظیم نحنو استفاده می شود. همونجور در فارسی هم ما برای احترام
ما کلمه جمع به کار میبریم. مثلا نمیگیم تو، میگیم شما، یا میگیم که ما گفتیم اما شما گوش نکردی، در حالی که طرف یک نفر بیشتر نیست که سخن گفته است. من گفتم رو به جایی که بگیم من گفتم، ما گفتیم اما شما گوش نکردی. اینجا حکایت در قرآن کریم هر جا کلمه فعلی یا ضمیری برای الله متعال استفاده می شود که جمع به کار رفته است، ما او رو اینگونه ترجمه می کنیم: من الله با عظمت گفتم. و اذ قلنا، بیاد آورید که من الله با عظمت گفتم. خود همین کلمه‌ای که جمع به کار رفته است اینجا عظمت رو الله متعال نشان میده، تا همین ابتدا نشان بده که این موضوع مهمی است. از همین ابتدا با بیان کلمه جمع و لفظ جمع برای خود الله متعال به ما میفهماند که موضوعی که قرار است ذکر شود موضوع مهم است. آن موضوع چیست؟ من الله با عظمت گفتم للملائکه، به ملائکه خود. ذکرش در برنامه گذشت، ملائکه و توصیفات آنها. به ملائکه خود گفتم، به تمام ملائکه آسمان الله متعال بلا استثناء به همه آنها امر کرد، چون اینجا لفظ ملائکه به صورت عموم ذکر شده است. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا، سجده کنید، لآدم، برای آدم سجده کنید برای آدم. امر الهی برای سجده به آدمی که تازه خلق شده است و در امتحان بسیار مهمی در برابر ملائکه پیروز شده، امتحان علم. اون توانمندی علمی که الله متعال به او داده است، علمی که آدم دارد، بر علم ملائکه پیروز شده است و این موجود رو الله متعال اکرام میکنه. آدم علیه السلام رو خودش خلق کرده، خودش به او علم داده است، خودش بر او نام گذاشته و او را آدم نامیده است و الان خودش امر میکنه به ملائکه‌ای که موجوداتی بسیار نازنین هستند، معصوم از گناه و خطا هستند و اشتباه هستند، تا برای بیان جایگاه و احترام و مکانت این موجود انسان به او سجده بکنن. احترام برای انسان است. ولقد کرمنا بنی آدم. الله متعال در سوره مبارکه اسراء می‌فرماید من به بنی آدم، به نسل آدم و نسل او کرامت دادم. و این کرامتی است که انسان دارد. انسان در ذات خود کرامت دارد، چون مسجود ملائکه است، چون ملائکه به او سجده کردند. الله متعال امر می‌کند به ملائکه تا به آدم علیه السلام امر می‌کند سجده کنند. خب این سوال پیش می آید: آیا سجده کردن برای غیر الله جایز است؟ الله متعال اینجا خودش امر می‌کند. اولا که سجده برای آدم، امر الهی این است که برای آدم سجده کنند، اما اینجا اطاعت از امر الهی است. اصل عبادت اطاعت امر الهی است. خود الله متعال امر کرده است تا سجده بکنند. عبادت چیست هستند؟ ما دو نوع سجده داریم: سجده احترام و تعظیم و سجده عبادت، سجده‌ای که برای عبادت انجام می شود. ما وقتی الله متعال رو سجده می کنیم، این سجده ما به خاطر خود الله متعال است و در حقیقت در برابر خود الله متعال کرنش می کنیم، به سجده می افتیم، پیشانی خود را به خاک می مالیم و خود رو در برابر او خاکسار می دانیم و امر الهی است. این سجده عبادت است که در نماز انجام می شود. سجده تعظیم و سجده احترام، سجده‌ای که در امت‌های گذشته ما بوده است. الله متعال در داستان یوسف علیه السلام ذکر می‌فرماید که ورفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا. بعد از داستان مفصل یوسف علیه السلام که به مصر وارد می‌شوند، پدر و مادر و خواهران و برادران و همه مجموعه کسانی که با یوسف علیه السلام زندگی می‌کردند و الان وارد در سرزمین مصر شدند، بعد از اینکه مصر در وضعیتی قرار گرفته است که یوسف علیه السلام آنجا بزرگی است و آنجا برای خود عزیز مصر است، به او سجده کردند و خروا له سجدا. الله متعال می‌فرماید که به او سجده کردند. سجده تعظیم در امت‌های گذشته بوده است، اما برای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم این سجده رو منع نمود. این سجده رو برای ما منع نمود و در روایتی آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجدی می‌رفتند و شتری به ایشان سجده کرد و صحابه گفتند یا رسول الله، حیوانات به شما سجده می‌کنند، آیا اجازه نمی‌دهید
ما هم شما را سجده کنیم، سجده تعظیم و سجده احترام، همون گونه‌ای که برادران یوسف علیه السلام و یعقوب علیه السلام حتی برای یوسف علیه السلام این سجده را انجام دادن، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن نه، شما را اجازه نمیدهم. و در شریعت ما منع شده است سجده احترام و تعظیم و قبل از ما بوده است، همان گونه که در داستان یوسف علیه السلام قرآن ذکر می‌فرماید. و اینجا برای آدم علیه السلام امر الهی است. عبادت، خود عبادت، معنا و مفهوم عبادت چیست؟ هر چیزی که الله متعال امر کرده تا ما انجام دهیم اون می شود عبادت. الله متعال اینجا امر کرد که ملائکه برای آدم سجده بکنن و این امر الهی، اطاعت امر الهی خودش عبادت است. آن وقت اونها را امر کرد که سجده بکنن. در زمان یوسف علیه السلام جایز بود، الان برای ما منع کرده. بوده در شریعت‌های گذشته احکامی بوده است در شریعت‌های گذشته که جایز بوده است و برای ما این احکام فعلا ممنوع اعلام شده. یکی از آنها سجده احترام برای غیر الله متعال است و سجده‌ای که برای احترام به هر کسی انجام بشود برای ما ممنوع است. اینجا الله متعال می‌فرماید که وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. این سجده به خود آدم بود برای تعظیم و احترام او. فسجدوا، پس سجده کردند. سجده کل ملائکه رو در بر گرفت، همه اونها سجده کردند. اینطور نبوده است که برخی از ملائکه سجده نکرده باشند، یعنی برخی ذکر کردند، برخی از مفسرین سعی کردند که استثناء بکنن که میکائیل و جبرائیل و اسرافیل اینها استثناء بودن و اینها سجده نکردن. نه، همچین چیزی وجود نداره، چون الله متعال در آیات دیگر میفرماید که فسجد الملائکه کلهم اجمعون. همه ملائکه، همه آنها، کلهم مجتمع با هم در یک جا جمع شده و بر او سجده کردند. بلا استثناء تمام ملائکه، حتی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل علیهم السلام هم بر آدم علیه السلام سجده کردند. همه اونها سجده کردند. فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس. اینجا یک سوالی پیش می آید. الله متعال میفرماید همه ملائکه سجده کردند بجز ابلیس. استثناء میکنه الا ابلیس. ابلیس کیست؟ ابلیس در کلمه عربی، خود کلمه ابلیس به معنای ناامید است. ابلیس ما در قرآن کریم هم داریم که فاذا هم مبلسون در سوره مالکه انعام در آیه 44 پایان آیه الله متعال میفرماید که فاذا هم مبلسون، یعنی فاذا هم یائسون، اونها ناامید میشوند. ناامید، کسی که ناامید است. ابلیس در لغت، خود کلمه ابلیس از لحاظ لغوی به معنای ناامید است و برای شیطان استفاده می شود. ابلیس یا شیطان هر دو به یک ذات اطلاق می شود. در قرآن کریم ما کلمه شیطان داریم و کلمه ابلیس داریم و جمعش می شود شیاطین. ابلیس نام این موجودی است که الله متعال از او صحبت می کند و او رو الله متعال برای ما ابلیس نام نهاده است و از ابلیس یاد می کند که ابلیس سجده نکرد. خب ابلیس سجده نکرد، آیا ابلیس جزو ملائکه بود که سجده نکرد؟ اگر از جمله ملائکه نبوده است، چرا اینجا الله متعال او رو استثناء کرده از ملائکه؟ و اگر از جمله ملائکه بوده است، ما در برنامه گذشته درباره صفات ملائکه گفتیم که ملائکه کسانی هستند که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اونها کسانی هستند که دستور الهی را نادیده نمیگیرند و هر آنچه که الله متعال با آنها امر کرده است رو انجام میدهند. اگر ملک بوده چرا نافرمانی کرده؟ و این با صفت ملائکه سازگاری ندارد. و اگر ملک نبوده چرا الله متعال او رو استثناء کرده از ملائکه؟ این سوالی است که نیاز به دقت دارد. در این باره برخی از علما آمدند و سعی کردند که سخنانی رو مطرح بکنند که ابلیس در خلقتش جزو ملائکه بوده است در اصل و در خلقت جزو ملائکه بوده است، اما در اصلش در شکل ظاهری به مانند ملائکه بوده، اما ماده اصلی او از جن بوده است. به همین خاطر این دو گروهی که آمدن و گفتن که از ملائکه بوده است یا از ملائکه نبوده است،
به اعتبار اصل او یا به اعتبار شکل ملکی او آمدن و سخن گفتن. خلاصه صحبت این است، از قیل و قال مفسرین که بپرهیزیم و در تفاصیل اونها داخل نشویم، آنچه در قرآن کریم برای ما در آیات دیگر ذکر شده است این است که مثلا در سوره مبارکه کهف می‌بینیم که الله تعالی در آیه 50 می‌فرماید، دقیقاً شبیه همین تعبیر رو ما اونجا داریم، و این قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. تا آنجا هم الله متعال می‌فرماید همه سجده کردن بجز ابلیس، کان من الجن ففسق عن امر ربه. او از جمله جنها بود، کان من الجن. الله متعال در این آیه صراحت دارد در سوره مبارکه کهف در آیه 50 به صراحت الله متعال ذکر می‌فرماید کان من الجن، ابلیس از جمله جنها بود، یعنی اینکه ذات او از جن بود، از جمله ملائکه نبود. کان من الجن ففسق عن امر ربه، خرج عن امر ربه، خروج کرد از امر الهی، نافرمانی کرد، به انحراف رفت، سرپیچی کرد از دستور الله متعال و قبول نکرد. در ادامه همون آیه میفهمد افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. آیا او و خاندان او را، ذریه او را به دوستی میگیرید به جای من الله با عظمت، به جایی که من الله با عظمت رو به دوستی بگیرید، ابلیس و ذریه ابلیس رو به دوستی میگیرید؟ این خود کلمه ذریه اشاره به این دارد که ابلیس ازدواج کرده است و زاد و ولد دارد، وگرنه کلمه ذریه برای کسی که ازدواج نکنه و زاد و ولد نداشته باشه، ذریه دیگه معنی پیدا نمیکنه. به این معناست که ابلیس ازدواج کرده است و غیر از اینکه ازدواج کرده است زاد و ولد هم دارد. خود همین که کلمه ذریه برای ابلیس استفاده شده باز دلیل دیگری است بر اینکه ابلیس از ملائکه نیست، چون ملائکه رو ما گفتیم که ازدواج نمی‌کنن، اونها اصلا جنس نر و ماده برای اونها معنایی ندارد و ازدواج ندارن، زاد و ولد ندارن و ذریه ندارن. پس در اون آیات از سوره مبارکه کهف آیه 50 و 51 الله متعال برای ما به صراحت ذکر می‌فرماید که کان من الجن، ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته، او و ذریه او. به این معناست که او یعنی ابلیس ذریه دارد. کلمه ذریه برای ابلیس باز در سوره مبارکه اعراف هم ذکر شده است، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، و اشاره به این دارد که او و مجموعه گروهی که از او هستند یعنی جنها میبینن شما رو در حالی که شما آنها را نمیبینید در این دنیا. و غیر از این که دلیل دیگری که دلالت میکند برای اینکه او از ملائکه نبوده است ابلیس، این هست که خود الله متعال برای ما در سوره مبارکه اعراف میفرماید که باز آنجایی که ابلیس سر باز زد از سجده به آدم علیه السلام، الله متعال میفرماید که قال، الله متعال فرمود چرا سجده نکردی وقتی که تو را امر کردم؟ وقتی که تو را امر کردم چرا سجده نکردی؟ جوابش چی بود؟ قال انا خیر من از او بهتر هستم، خلقتنی من نار و خلقته من طین. تو من رو از آتش خلق کردی و او رو از گل خلق کردی و آتش بالای گل است، به همین خاطر من از او بهتر هستم. این هم دلیل دیگری است برای اینکه چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما فرمود که ملائکه از نور خلق شدند. در روایت ام المؤمنین عایشه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل فرموده است که الله متعال به رسولش الهام نموده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما بیان نموده است که ملائکه از نور خلق شدند و جن از شراره آتش خلق شده است و آدم علیه السلام از آن چیزی که در قرآن برای شما ذکر شده خلق شده است. قرآن کریم درباره جن صحبت دارد که در خود آیات قرآن هم آمده است که جنها از آتش خلق شدند، همونطور که پیشتر خود کلام شیطان رو خدمت شما از سوره مبارکه اعراف تلاوت کردم که گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. مجموع این دلایل، یکی از آتش خلق شدن، دومی که خود الله متعال می‌فرماید کان من الجن صراحتاً، سومی که ذریه و زاد و ولد دارد و ابلیس به منزله پدر جنها و پدر شیاطین یاد می شود، نشان از این دارد که این موجود ابلیس از جمله ملائکه نبوده است.
خب این سوال پیش می آید که اگر از جمله ملائکه نبوده است، پس چرا الله متعال او رو در صف ملائکه ذکر می کند؟ و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. الا ابلیس، الا استثناء میکنه او رو از ملائکه، و اگر جمله ملائکه نبوده چرا استثناء شده؟ این استثناء در ادبیات عرب ما دو نوع استثناء داریم: استثناء متصل و استثناء منفصل یا همون منقطع. وقتی که مستثنا از جنس مستثنا منه باشد، یعنی بعد از الا از جنس ما قبل الا باشد، این رو میگن استثناء متصل. مثلا در فارسی، حالا به خاطر اینکه تقریب معنا بشه راحت‌تر متوجه بشن عزیزان، مثلا میگوییم که همه معلمان آمدن بجز احمد. حالا اینجا بجز، ما در فارسی الا همون الای عربی در فارسی میشه بجز، به غیر از. اینجا احمد رو وقتی ما استثناء میکنیم از همه معلمان، خود به خود معناش این است که احمد معلم است. همه معلمان آمدن بجز احمد، یعنی احمد هم جز معلمان بوده است. این میشه استثناء متصل، یعنی اینها یک مجموعه هستن، احمد از اونها جدا شده است، متصل به اونها بوده، الان جدا میکنیم. و ما یک استثناء دیگری داریم که در فارسی زیاد کاربرد نداره، اما در عربی هست، استثناء منفصل. وقتی که آن چیزی که بعد از الا می آید از جنس ما قبل الا نیست، و در قرآن کریم هم چیزی استفاده شده است. مثلا الله متعال در سوره مبارکه نساء درباره قول یهودیان مبنی بر کشتن عیسی علیه السلام که ادعا میکنن ما او را کشتیم، الله متعال میفرماید ما لهم به من علم الا اتباع الظن. الا اتباع الظن، ما لهم به من علم، آنها هیچ علم و آگاهی درباره این موضوعی که آنها ادعا میکنن ندارن، الا اتباع الظن، مگر اینکه پیرو ظن و گمان خود هستند. این الا اتباع الظن، ظن جزء علم نیست، ظن یعنی گمان، گمان جزء علم نیست. علم یک شیء ثابت شده یقینی قطعی است، گمان و شک و تردید جزء علم حساب نمی شود. اما الله متعال میفرماید ما لهم به من علم الا اتباع الظن، آنجا الا الای منفصل است و در ادبیات عرب کسانی که ادبیات عرب آشنا هستند موضوع برای آنها باز هست. اینجا استثناء متصل نیست، استثناء منفصل یا منقطع هست، یعنی اینکه ما بعد الا که ابلیس هست از جنس ما قبل الا که ملائکه هستن نیست. این رو الله متعال ذکر کرده. خب حکمت چی است؟ اصلا چرا باید ذکر میشد؟ چرا باید وقتی که ابلیس جزء ملائکه نیست، حکمت چی است که اصلا الله متعال او رو ذکر بکنه؟ خب ابلیس نبوده جزء ملائکه. یک نکته ای رو که اینجا باید اشاره کرد این هست که ابلیس در صف ملائکه بوده است، در مجموع ملائکه بوده است، در مجموعه ملائکه‌ای که در آسمان ها بودند ابلیس بوده است. ابلیس به خاطر طاعت و عبادتی که انجام داده بود به درجه و مقام و منزلت ملائکه بالا آمده بود و در همان مجموعه ملائکه بود، با آنها بود و جنها با آسمان رفت و آمد داشتن، می رفتن و می آمدن و این هم در آن مجموعه قرار داشت. و همچنین الله متعال صراحتاً در سوره مبارکه اعراف برای ما اشاره می فرماید که ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. من وقتی که شما رو خلق کردم، وقتی که خلق کردم شما انسان ها رو، خب آدم پدر همه انسان هاست، خلق اون به معنای خلق همه انسان هاست. وقتی اون رو خلق کردم و شکل دادم و به ملائکه گفتم او سجده کنید، همه سجده کردن به جز ابلیس که سجده نکرد. در ادامه الله متعال میفرماید که از او پرسیدم چرا سجده نکردی وقتی که به تو امر کردم، وقتی که به تو امر کردم، با وجود اینکه من الله با عظمت به تو امر کردم، وقتی که من به تو امر کردم تو چرا سجده نکردی؟ که همون جمله رو مطرح کرد که من از او بهتر هستم. خود این آیه اشاره به این دارد که امر خاصی حتی به خود ابلیس هم بوده است. خود ابلیس هم یک امر خاصی به او خطاب به سجده آدم علیه السلام شده است. علاوه بر این که ملائکه امر شدن به سجده، ابلیس هم که در همون مجموعه بوده است به او امر شده بود که او هم امر شده بود سجده بکند به آدم علیه السلام، اما او از این امر سرپیچی کرد و قبول نکرد. چرا قبول نکرد؟ الله متعال در ادامه میفرماید ابا ورزید، انکار کرد، نپذیرفت، واستکبر
و تکبر کرد، خود رو بهتر دانست. استکبر ابا و استکبر. استکبار خود رو بالاتر دانستن، خود رو بهتر دیدن، خود رو بهتر دیدن و خود رو از او بهتر دانستن. این موجود یعنی ابلیس خود رو از آدم علیه السلام بهتر دانست. ابا و استکبر و کان من الکافرین. همونطور که اندوه مطال برای ما در سوره مبارکه اعراف این تفسیر رو بیشتر ذکر میکنه. ما در داستان آدم علیه السلام رو چندین جا در قرآن کریم داریم. در سوره مبارکه بقره، در سوره مبارکه اعراف، در سوره مبارکه طه، به شکل‌های مختلفی الله متعال برای ما این داستان رو ذکر می‌فرماید. وقتی که الله متعال به او گفت که چرا سجده نمی‌کنی، گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. تکبرش این بود که خود رو از آدم علیه السلام بهتر دانست. گفت که من از آتش خلق شدم، آتش بهتر از گل است و من به او سجده نمی‌کنم. اولین معصیتی که در تاریخ عبادت الله متعال صورت پذیرفته است تکبر بوده است. تکبر بسیار چیز خطرناکی است و به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که ذره تکبر در وجود او باشد به جنت الله متعال وارد نمی‌گردد. ابا و استکبر، تکبر کرد. اینجا الله متعال موضوع رو تفسیرش رو اشاره نمی‌کنه، فقط اشاره میشه به اصل موضوع. تفاسیرش رو در جاهای دیگر قرآن کریم ما داریم که الله متعال وقتی پرسید چرا سجده نکردی، تکبرش رو، تفاصیل این تکبر رو خود رو بهتر دانست و یک قیاس باطل انجام داد. گفت آتش بالای گل است، پس آتش بهتر از گل است، پس من بهتر از آدم هستم، در حالی که آتش بهتر از گل نیست. آتش میسوزاند، از بین میبرد، در حالی که گل، در حالی که خاک، هر چیزی که شما در داخل خاک قرار بدید رشد میکنه، نمو میکنه، بیرون میآید درختی از او، بوته از او. در دل خاک ما معادن فراوانی داریم، گنجهای فراوانی داریم، اما در داخل آتش شما هر چیزی رو که بیاندازید آتش او رو میسوزاند و از بین میبرد. حتی لحاظ عقلی هم اگر حساب بکنیم موضوع برتر بودن و بهتر بودن آتش بر گل هیچ دلیل عقلی برای او نمیشه پیدا کرد. علاوه بر این که اصلا غیر از این موضوع عقلی وقتی امر الهی به ابلیس آمده بود باید اطاعت میکرد و میپذیرفت. الله متعال فرمود ابا و استکبر و کان من الکافرین و از جمله کافران شد. و کان من الکافرین، کان برخی از مفسرین گفتن اینجا کان فی علم الله، در علم الله متعال. از همون ابتدا الله متعال وقتی این موجود رو خلق کرد در علم خود، علم غیب خود میدانست که این کافر خواهد شد و سرپیچی خواهد کرد از دستور الله متعال و کافر میگردد. برخی کان رو معنای ساره و سار من الکافرین و شد از جمله کافران و انکار کرد، دستور الله متعال رو نپذیرفت و سجده نکرد. و این حکایت بسیار عجیبی است، چگونه ابلیس در آن مقامی که جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام سجده میکنند حاضر نمیشود که سجده بکند و حاضر نمیشود که دستور الله متعال رو بپذیرد. در ادامه الله متعال میفرماید که تفاصیل زیاد است درباره اینکه چگونه با ابلیس رفتار شد. اینجا چون صحبت از آدم علیه السلام هست، الله متعال اشاره نمی‌فرماید به رفتار الله متعال که بعد از این تکبر ابلیس با او چه رفتاری شد و الله متعال چه حکمی برای او صادر کرد. در سوره اعراف تفاصیل این موضوع می‌آید. اما اینجا چون موضوع خطاب اصلی، محوریت اصلی آدم علیه السلام است، به آدم می‌پردازد و صحبت از آدم علیه السلام مطرح می‌شود. و قلنا، و دوباره الله متعال می‌فرماید من الله با عظمت گفتم یا آدم، ای آدم، اسکن انت و زوجک الجنة، ای آدم اسکن، ساکن شو، اسکن، ساکن شو، انت و زوجک الجنة، تو و زوجک و همسرت. کلمه زوج برای هم مرد استفاده می شود هم زن. اینجا هم صراحتاً به موضوع اشاره دارد. زوجک، زوجه هم در عربی استفاده می شود برای همسر زن. برای زن کلمه زوجه هم استفاده می شود، کلمه زوج هم استفاده می شود. کلمه زوج قرآن استفاده کرده اینجا صراحتاً برای زن، و کلمه زوجه رو هم رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثشان آمده است که زوجه برای زن استفاده کردن رسول الله علیه و سلم. آنچه که رسول الله علیه و سلم استفاده کرده باشد در لغات، در ادبیات عرب به عنوان اصل و به عنوان سند قابل قبول است و پذیرفته است، زیرا فصیح ترین عرب بوده است.
الله متعال میفهمد گفتیم یا آدم اسکن، ای آدم، بعد از اینکه سجده ملائکه بر ایشان تمام شد، الان یک کرم دیگر و یک لطف دیگر به آدم علیه السلام را الله متعال ذکر میفهمد که اسکن انت و زوجک الجنة، ای آدم تو و همسرت ساکن شوید الجنة، به جنت بروید. اولا صحبت از زوجک، این زوج که بود؟ قرآن کریم برای ما اسمی از این زوج نمی آورد و اسم او رو ذکر نمی کنه که چه کسی بود و چگونه اصلا به زندگی آدم علیه السلام اضافه شد. این زوج از کجا آمد؟ الان خلقت آدم علیه السلام رو ما دیدیم و صحبتش رو شنیدیم و مناظره او رو در امتحانی که قرار گرفت با ملائکه. الان یک دفعه صحبت از زوج می آید، زوجی که در زندگی آدم علیه السلام اضافه می شود. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم نام این زوج رو ذکر میکنه. در قرآن کریم جایی نام ایشان ذکر نشده است، اما در احادیث رسول الله علیه و سلم فرمود حوا، حوا، ه جیمی واو و الف، حوا نام مادر ما انسان هاست و همسر پدر ما انسان ها آدم علیه ما السلام. الله متعال صحبت از حوا می کند بدون ذکر نام او که در زندگی آدم علیه السلام داخل شده است. و در جای دیگری در سوره مبارکه نساء در ابتدا می فهمد که برای آدم علیه السلام همسری آفرید از وجود خودش تا با او آرامش یابد، آرامش بگیرد. و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره فرمود که آدم علیه السلام وقتی که خواب بود از پهلوی چپ او الله متعال از پهلوی چپش حوا علیه السلام رو خارج کرد، یعنی از وجودش او رو خارج کرد و خلق کرد. آدم علیه السلام از گل و خاک خلق شده است و حوا از وجود آدم خلق شده است. از وجود آدم حوا خارج شد، از پهلوی چپش خارج گشت و وقتی که آدم علیه السلام بیدار شد او را دید و پرسید که کیست؟ گفت همسر تو هستم و با او انس گرفت و با او محبت گرفت و زندگی خود رو با او آغاز کرد. در این آیه یک نکته دیگری که مطرح است، ظاهر آیه اشاره به این دارد که قبل از وارد شدن آدم علیه السلام به جنت، قبل از اینکه وارد جنت بشود، حوا به زندگی او آمده است، حوا در کنار او قرار گرفته است. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة، ای آدم تو و همسرت در جنت سکنا گزینید، در جنت ساکن بشوید. اشاره لفظ آیه، ظاهر آیه اشاره به این دارد که خلق حوا قبل از دخول آدم به جنت بوده است، چون که میفهمد تو و همسرت وارد جنت شوید. به این معنا که هنوز وارد جنت نشدن و به این معنا که حوا قبل از ورود به جنت خلق شده است. برخی دیگر از مفسرین گفتن نه، اشاره کردن به روایاتی که در آن روایات آمده است که در جنت آدم علیه السلام احساس تنهایی کرد و آنجا در جنت این خلقت حوا علیه السلام از پهلوی چپ آدم علیه السلام صورت پذیرفته است و الله خودش بهتر می‌داند که کدام یکی از این موضوعات اتفاق افتاده است قبل از دخول به جنت یا در داخل جنت. علی کل حال چه قبل از داخل شدن به جنت باشد که ظاهر آیه اشاره دارد، چه بعد از آن بوده باشد، در کل یک چیز ثابت است، اینکه آدم علیه السلام و حوا علیه السلام، این دو بزرگوار، الله متعال به اونها دستور میدهد تا در جنت زندگی خود رو آغاز بکنند. کلمه اسکن خودش باز یک لطافتی در او وجود دارد. کلمه اسکن، سکنا گزیدن، برخی از مفسرین گفتن که این کلمه اسکن یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة، ای آدم ساکن شو تو، سکونت خود همین نشان از این دارد که اینجا جای ابدی تو نیست. سکونت، چون مثلا میگوید فلانی میگوید من در فلانجا ساکن هستم، سکونت دلالت بر انتهای یک وقت دارد. انسان وقتی یک جای ساکن میشه اونجا همیشگی نیست و این وقت به پایان میرسد. و آدم علیه السلام میدانست از زمان ابتدا هم که برای خلافت روی زمین آفریده شده است و الله متعال برای ملائکه هم که در آغاز سخن رو مطرح فرمود گفت که این جاعل فی الارض خلیفه، و قرار بود که آدم در
روی زمین باشد. اما اینجا وارد می شود به جنت. الجنه اسکن انت و زوجک الجنه، داخل شوید تو و همسرت به الجنه، به جنت. کلمه الجنه، خود این کلمه، آیا این جنت همون جنتی است که الله متعال به متقین، مؤمنان، صالحان وعده داده است و بعد از مرگ و بعد از قیامت و بعد از حساب و کتاب وارد آن می شوند؟ آیا همون جنت است یا نه این جنت جای دیگری بوده است؟ روی زمین، یک بستانی روی زمین، یک باغی روی زمین که آدم و حوا علیهم السلام در آنجا وارد شدند. برخی از مفسرین از اهل سنت آمدن و گفتن که این جنت که الله متعال اینجا ذکر می کند، دستور داده شد، یعنی با آدم و حوا علیهم السلام گفته شد که وارد شوید به جنت زندگی بکنید، یک باغی بوده است، بستانی بوده است روی زمین در سرزمین عدن در یمن. و ریشه این، البته ریشه خود این سخن وقتی که بررسی بکنیم ببینیم که این قول از کجا آمده است. کسانی که میگویند این جنت روی زمین بوده است، باغی در عدن بوده است، ما گروهی به نام معتزله که عقلگراها معروف هستند به عقلگرایی و اینکه عقل رو بر نص اونها مقدم میدانند و همه چیز رو میخواهند که با عقل بسنجن و اگر ظاهر یک حدیثی یا آیه‌ای با عقل یکی از اونها سازگار نبود او رو رد میکنن، این مقوله رو مطرح کردن در بین مسلمین و معروف شده است. اما یک قدم عقب‌تر که برگردیم میبینیم که در کتاب مقدس مسیحیان، آن کتابی که امروزه به نام کتاب مقدس دارند و متشکل از دو بخش است، عهد قدیم و عهد جدید یا عهد عتیق و عهد جدید، در کتاب بخش اول کتاب مقدس یعنی عهد عتیق یا عهد قدیم که شامل تورات بعد از تحریف است طبیعتاً و ملحقات تورات، در آنجا در فصل پیدایش کتاب تورات عهد قدیم در کتاب مقدس مسیحیان، در آن قسمت این موضوع اونجا ذکر شده. یعنی ریشه این داستان تفکر مسیحی و یهودی است. یعنی یهودیان و مسیحیان بر این باور هستند که این جنتی که ذکر شده است و الله متعال آدم و حوا را ابتدا وارد آن جنت کرد، این جنت باغی در عدن بوده است. و صراحتا این موضوع با همین تعبیر در کتاب مقدس در فصل پیدایش عهد عتیق در خود بخش تورات اونجا ذکر شده است که آدم در عدن در باغی در بستانی وارد شد روی زمین. و این تفکر در اصل نظر و اعتقاد یهودیان و مسیحیان نسبت به آدم و حوا علیهم السلام است که برخی از اونها این رو گرفتن و باز پخش کردن. برخی از مفسرین اهل سنت هم این موضوع رو مطرح کردن و همچین نظری دارن و دلایلی رو هم ذکر کردن. یعنی ریشه سخن اونجاست. ریشه سخن از عقاید یهودیان و مسیحیان و کتاب مقدس مسیحیان گرفته شده است. و خب دلایلی رو هم آوردن از قرآن کریم در کنار این گذاشتند و نتیجه گرفتن که بله این جنت روی زمین بوده است، یک جایی در عدن در یمن بوده است و یک باغی بوده است، بستانی بوده است و آدم و حوا اونجا داخل شدن، نه آن بهشتی که الله متعال وعده داده شده است. و جمله دلایلی هم که سعی کردن استفاده بکنن این بوده است که گفتن مثلا در قرآن کریم درباره وصف آن جنتی که الله متعال برای مؤمنان و متقیان وعده داده است آمده است که در سوره مبارکه حج می‌خوانیم لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین. درباره بهشتیان می‌فرماید که بهشتیان سختی به آنها نمی‌رسد و از بهشت اخراج نمی‌شوند. این اوصاف بهشتیان هست که بالاخره در سوره مبارکه حج الله متعال درباره جنتیان گفته است و میگویند چگونه ممکن است که الله متعال بفرماید که بهشتیان اخراج نمی‌شوند و آدم و حوا وارد بهشت شده باشند و اخراج شده باشند. و باز به آیات دیگری هم اشاره می‌کنند که اونها همه استنباط‌های اونها این هست که خلاصه یکی الله متعال فرموده است بهشتیان خارج نمی‌شوند و دوم در بهشت گناهی نیست و معصیتی نیست و چگونه امکان دارد که در بهشت گناه و معصیت اتفاق افتاده باشد و هم شیطان و هم آدم و حوا در آنجا معصیت کرده باشند. و به این مهمترین دلایلی که البته
اشاره میکنند، مهمترین دلایلی رو که استنباط میکنند از او این موارد هست. و در مقابل اینها جمهور علمای اهل سنت بر این باور هستند که اینجا در این آیه و زوجک الجنه اسکن انت و زوجک الجنه، ساکن شوید تو و همسرت به جنت داخل شوید. این جنت همون جنتی است که الله متعال در آسمان ها به مؤمنان وعده داده است، به متقیان وعده داده است. این همون جنت موعود است. این همون جنتی است که بعد از حساب و کتاب، بعد از قیامت و حساب و کتاب، مؤمنان وارد آن میشوند. و دلایلی که برای این مهم ذکر کردن این هست که اولا الله متعال اینجا وقتی فرموده الجنه، کلمه الجنه الف و لام که بر ابتدای این کلمه آمده است. ما در ادبیات عرب الف و لام چند نوع داریم. الف و لام استغراق داریم یا الف و لام عموم داریم که دلالت بر عموم میکنه، یعنی بر کل میکنه. مثلا ان الانسان لفی خسر، کل الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. و اینجا الف و لام عموم نیست، چون معنا این نبوده که به هر باغی که بخواید داخل شوید. نه، یک باغ خاص مشخص مراد هست. این الف و لام برای عموم نیست. پس الف و لام ما در عربی مدل داریم. الف و لام عموم هست که اینجا نمیتواند باشد. دوم الف و لام عهد لفظی است، به این معنا که لفظ قبلا ذکر شده است و چون قبلا ذکر شده است اینجا اشاره به آن لفظ دارد، در حالی که اینجا قبل از این جنت، قبل از این تا حالا ذکری در داستان آدم علیه السلام و برای آدم علیه السلام نیامده است. و بلکه اتفاقا قبل از این در قرآن کریم ما اگر ذکر شده، باز هم همون جنتی است که در آیه 25 الله متعال وعده داده است و بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. پس میماند موضوع سوم الف و لام عهد ذهنی، یعنی اون الف و لامی که در ذهن گوینده است وقتی که الجنت می آید. و ما هر وقت که کلمه الجنه استفاده میشه در احادیث و در آیات، اگر کسی دعا میکنه مراد همون جنت است. اینطور نیست که کسی دعا بکنه، وقتی کسی دعا میکنه یا رب اللهم ارزقنا الجنه، یا رب ما روزی بده، جنت رو روزی ما بکن، منظورش یک باغ روی زمین باشد. نه، آن جنتی است که به مؤمنان و متقیان وعده داده شده است. خب این از لحاظ لغوی است. غیر از این، خب آیات قرآن چی؟ آیا آیات قرآن کریم اشاره به این موضوع نکرده است که از اونها استنباط بکنیم؟ با اون آیه که اونها اشاره میکنن که در جنت و ما هم منها بمخرجین، الله متعال فرموده بهشتیان از بهشت خارج نمیشوند و جنتیان از جنت بیرون نمیروند. و خب این آیه قرآن است و صریح است و صحیح است در این باب، یعنی صحیح است که دقیقاً جنتیان خارج نمیشوند. چگونه میشود که آدم وارد جنت شده باشد و خارج شده باشد؟ این آیه و آیات دیگری که درباره جنت است، اینها بعد از حساب و کتاب است، نه قبل از حساب و کتاب. ما جنت قبل از حساب و کتاب داریم، جنت بعد از حساب و کتاب داریم. تمام اون اوصافی رو که ما اینجا میبینیم ما درباره جنتیان و بهشتیان در جنت وعده داده شده است، بعد از حساب و کتاب آنها و دخول به بهشت است. چون آنجا دیگه دنیایی وجود ندارد، فقط آخرت است، یا جنت است یا نار است. وقتی وارد جنت شدن دیگر خارج نمیشن. اما در این دنیا ما درباره خود رسول الله علیه السلام در شب اسراء و معراج، روایت اسراء و معراج اشاره دارد به دخول رسول الله علیه السلام به جنت. روایت شب معراج اشاره به دخول رسول الله علیه السلام به جنت دارد و خروج ایشان از جنت و خارج شدن. اونطور نیست که الان کسی وارد به جنت بشود و خارج نشود. ملائکه داخل جنت میشوند و خارج میشوند. رسول الله علیه السلام وارد جنت شده و خارج شده است. این احکام برای بعد از حساب کتاب است، نه حال جنت و فعلا جنت. ثانیاً درباره بهشت، درباره ابلیس و تمرد او، اصلا هیچ دلیلی وجود ندارد که ابلیس در جنت بوده است. کسانی که میگویند ابلیس در جنت بوده است و گناه کرده و معصیت کرده است، آنها باید دلیلی بیاورند برای اینکه ابلیس در جنت بوده است و در جنت معصیت کرده است. این همچین دلیلی آنجا وجود ندارد. بله، برای آدم علیه السلام خب در آیه بعد باز درباره صحبت خواهیم کرد که آدم علیه السلام این اتفاق آنجا افتاده است. اما در جنت هم وقتی که الله متعال فرموده است که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، در جنت جنتیان نه حرف لغو میشنوند، نه حرف زشتی، نه گناهی انجام میشود، نه منکری انجام میشود. باز این اشاره دارد به بعد از حساب و کتاب. همه اینها به جنت بعد از حساب و کتاب است، به جنتی که بعد از حساب و کتاب و دخول بعد از حساب و کتاب است. غیر از این که از مهمترین دلایلی که در قرآن کریم وجود دارد برای اینکه اثبات میکند آن جنتی که آدم علیه السلام و مادر حوا دستور داده شدند به دخول به آن، همون جنت موعود است، جنت آخرت است، این هست که الله متعال در سوره مبارکه طه می‌فرماید یا آدم
ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى و انک لا تظمأ فیها ولا تضحى. اون جنتی رو که دستور میدهد آدم علیه السلام وارد شود، این گونه توصیف میکنند: ان لک الا تجوع فیها، تو در این جنت هیچ گرسنه نمیشوی، ولا تعرى، برهنه نمیمانی، و انک لا تظمأ فیها، تشنه نمیمانی، ولا تضحى، و بدن تو را آفتاب نخواهد زد. چگونه امکان دارد باغی روی زمین، در باغی روی زمین همچین صفاتی رو ما بیابیم؟ مگر می شود باغی روی زمین باشد که در آن انسان گرسنه نشود و تشنه نشود و آفتاب نزند و آنجا انسان برهنه نماند روی زمین؟ احیانا هیچ جایی در زمین همچین صفتی وجود ندارد. شما بهترین ویله ها هم که داشته باشی، بهترین باغ ها روی زمین که باشه، انسان گرسنه میشه. گرسنه می شود. طبیعت انسان این است. انسان روی زمین گرسنه می شود. این وصفی رو که الله متعال برای آدم علیه السلام در لحظه ورود به جنت در سوره ملائکه طه ذکر می‌فرماید: ان لک الا تجوع فیها ولا تعرى و انک لا تظمأ فیها ولا تضحى. تو گرسنه نمیشه اونجا، تشنه نمیشه اونجا، آفتاب نمیزنه بدن تو رو، اونجا برهنه نمیمانی. در داخل اوصافی که اونجا ذکر کرده برای آن جنت در دنیا امکان نداره اتفاق بیفتد. غیر از این که الله متعال می‌فرماید که ابلیس یکی از کارهایی که انجام داد برای وسوسه کردن آدم علیه السلام، چگونه توانست که او رو وسوسه بکنه؟ چه کار کرد؟ آمد و گفت که او رو فریب داد، آمد و او رو وسوسه کرد و آمد و او رو حرفهایی زد که او رو تحریک بکنه برای اینکه از آن میوه ممنوعه که در ادامه می آید بخورد. آمد و گفت که هل ادلک علی شجرة الخلد یا آدم، هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلی. ای آدم، آیا به تو راهنمایی نکنم تو را بر درخت جاودانگی و ملکی که هرگز از بین نرود؟ با این کلام توانست که آدم علیه السلام را فریب بدهد. و در سوره مبارکه اعراف، این تعبیر سوره مبارکه طه بود، و در سوره مبارکه اعراف میفهمد که ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. شما را الله متعال از این درخت من نکرده مگر اینکه شما اگر از این درخت بخورید 2 ملک میشوید یا جاودانه میشوید. چگونه ممکن است آدم علیه السلام با این همه علمی کرده متعال به او داده بود که در برنامه گذشته مفصل و علم آدم الاسماء کلها صحبت کردیم، این آدم عالم دانشمند فقیه زیرک باهوش تیزهوش در مقابل چنین استدلالی در یک باغی در عدن روی زمین فریب بخورد؟ آیا آدم علیه السلام نمیدانست که روی زمین چیزی به اسم درخت خلد و جاودانگی و ملک لا یبلا و ملکی فانی نشود معنایی ندارد؟ آیا آدم علیه السلام نمیدانست روی زمین میمیرد و از دنیا میرود و از این دنیا ترک میکند، دنیا را به دنیای دیگری میرود؟ این را آدم علیه السلام مگر نمیدانست؟ مگر نمیدانست که روی زمین باقی نمیماند برای ابد؟ چگونه شیطان میتواند آدم علیه السلام را در باغی روی زمین با این تعبیر فریب دهد که تو اگر از این درخت بخوری جاودانی میشوی؟ آدم علیه السلام میدانست اینجا جای سرای جاودانگی نیست، دنیا جای جاودانگی نیست و ملک لا یبلا، ملکی که فانی نشود. او میدانست که دنیا محل فناست. چگونه این اصلا توهین به آدم علیه السلام است؟ اون آدمی که در آیات گذشته در علم و در فن، در علم و فهم و درک بر ملائکه غالب آمد، به همین خاطر ملائکه او رو سجده کردند. عالم و دانشمندی به نام آدم دانشمند، آدم فریخته، آدم هنرمند، آدم متفکر، آدم نابغه، چگونه میتواند که همچین کلامی رو که واضح هست که اصلا این دنیا دنیای باقی نیست فریب بدهد او رو در دنیا در باقی در عدن؟ غیر از این که اصلا خود اخراج آدم علیه السلام از جنت عقوبی است، یعنی عقابتی است، یک عقوبتی است، یک مجازاتی است برای آن کاری که انجام شده. و اگر قرار باشه از باغی در عدن خارج شده باشه، به باغ دیگری در منطقه دیگری از دنیا رفته باشه، خب این اصلا چه مجازاتی است؟ در باغی در یمن، باغی در عدن در یمن اخراج شده باشه، از اون باغ به باغ‌های بهتری در منطقه شام رفته باشه، در منطقه ترکیه امروزی و در اروپا رفته باشه. فرزندان آدم علیه السلام از باغی در یمن اخراج شده باشند، به باغ‌های بهتری دیگری در جای دیگری دنیا رفتن. چگونه اصلا این معنایی ندارد این عقوبت؟ اما وقتی که از جنت فردوس، از اون ملک همیشگی و جاودانگی خارج میشه و روی زمین میآید، این عقوبت اون موقع معنا پیدا میکنه.
اما اگر نه یک باغی در یمن اخراج شده باشه و جای دیگری در زمین آمده باشه، این عقوبت معنایی ندارد. خب جاهای بهتری پیدا کرده حتی از یمن. معنایی پیدا نمیکنه این عقوبت معنا پیدا نمیکنه که بپذیریم در باغی در یمن بوده و از اونجا اخراج شده به جای دیگری رفته باشن. به همین خاطر و دلایل دیگری که حالا وقت شاید اجازه نداد به اون بپردازیم که ثابت میکند این جنتی که الله تعالی امر کرد که فرمود و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو وارد جنت شو. این همان جنتی است که او را وعده داده است به متقیان و در آخرت انسان‌های مؤمن و صالح وارد آن می‌شوند و همان جنتی است که همیشگی است و دائمی است. و این که از آنجا اخراج شد و خارج شد به خاطر این هست که قرار نبود اصلا آنجا باشد، چون قرار بود که خلیفه روی زمین باشد. برای یک مدت کوتاهی الله متعال او رو در جنت برده است برای یک ابتلا، برای یک آزمایش و برای اینکه به او نشان دهد دشمنی شیطان را. و در ادامه فرمود و کل منها رغدا حیث شئتما، و بخورید به فراوانی، به راحتی، گوارای وجودتان باد، از هر جا می‌خواهید. من حیث شئتما، کل منها رغدا حیث شئتما، و کل منها، شما دو نفر آدم و حوا، منها از جنت بخورید، رغدا به فراوانی، حیث شئتما از هر جای جنت که می‌خواهید. آزادید، نعمت‌ها همه مال شماست و آزادی در جنت هر جا که می‌خواهید بروید و استفاده بکنید. اما ولا تقرب هذه الشجرة، فقط یک میوه ممنوعه وجود دارد، به این درخت نزدیک نشوید. یک درختی را الله متعال منع کرد، اسمش رو هم برای ما ذکر نکرد، نگفتم که چی است. برخی از مفسرین گفتن که انگور بوده است، برخی گفتن سیب بوده است، برخی گفتن انجیر بوده است، برخی گفتن خوشه گندم بوده است. هیچ دلیلی برای اثبات اینها وجود ندارد. و اگر در دانستن این که این درخت چه بوده است سودی برای ما می بود، حتما الله متعال ذکر میکرد. الله متعال ذکر نکرد. مهم این است که یک میوه ممنوع بود. همه میوه‌هایی که آنجا بودند در اختیار آدم قرار گرفتن به استثنای یک میوه. این هم حکمت الهی بر این بوده که آدم رو میخواد اینجا ابتلا بکند، او رو آزمایش بکنه که همه اینها را اجازه داره استفاده کنید بجز این میوه خاص. ولا تقرب هذه الشجره، برای آدم معلوم بود و معروف بود کدام درخت. فتکون من الظالمین، به شما دو نفر، لا تقربا، شما دو نفر آدم و حوا نزدیک این درخت نروید که فتکون من الظالمین، شما از جمله ظالمان خواهید بود، ستمکار خواهید شد، گناهکار میشوید. یعنی خود همین نشان میدهد که خود این تعبیر فتکون من الظالمین نشان از این دارد که این گناهی است برای شما، چون که عقوبتش سنگین است، ظالم میشوید. نهی است و این نهی جدی است و تاکید فراوانی برای نهی است، به این درخت نزدیک نشوید وگرنه موقع جزء اسیانگران به حساب خواهید آمد. به همین قدر اکتفا میکنیم، وقت برنامه به پایان رسید و ادامه حکایت رو میگذاریم برای بعد. تا اینجا الله متعال برای ما از سجده آدم علیه السلام صحبت فرمود و دشمنی ابلیسی که از جنیان بود و در صف ملائکه قرار گرفته بود به خاطر جایگاهی که داشت و بالا رفته بود، اما به خاطر تکبر و غرورش از آن جایگاه بالا اخراج شد و مورد لعن و نفرین الله متعال قرار گرفت. با وجود این که در صف ملائکه قرار گرفته بود و عبادت کرده بود و خودش رو بالا برده بود، اما غرورش، اما تکبرش سبب شد که از اون جایگاه سقوط بکنه و مورد لعن و نفرین ابدی الله متعال قرار بگیره و جهنم رو مستحق جهنم بشود. الله متعال برای ما از آدم گفت و چگونگی ورود او به جنت فردوس و آن جنتی که در آسمان هاست و در آسمان ها داخل شد و ابتلا و آزمایش او آغاز شد. از اینجا به بعد دشمنی ابلیس با آدم شروع می شود. داستان از اینجا به بعد اعلان جنگ ابلیس با آدم علیه السلام است، چون او را مقصر می داند برای از دست دادن آن مکانت و آن جایگاه و آن فضایی که قرار گرفت. در برنامه بعد به شما سواران ان شاءالله درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد که بعد از اینکه آدم علیه السلام و همسرش حوا در جنت مستقر شدند و آنجا ماندند و سکنا گزیدند، چگونه ابلیس توانست که آنها را بفریبد و این آدمی که این همه علم داشت و توانمندی داشت و این انسان دانشمند چگونه با وسوسه ابلیس فریفته شد، فریب خورد و از آنجا خارج شد و به زمین آمد. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید تشکر میکنم. تا برنامه دیگر شما سروران و علامتان میسپارم. الله یارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.